تصویر نمایشی هم ببینیم با هم دیگه. حس تو راجع به این تصویر بگو. بریم سر حس آقای سید محمد خان حسینی. دو سه تا حس داشت پشتش. هر چی دوست داری بگو عزیزم. یکی این که از کجا آمدنم بهر چه بود، به کجا میروی آخر نه نمای وطنم بود. دو، احترامی بود که بین گیاهان به هم میذارن. شما اون سروایی که من اون فضا دیدم، اون درختایی که با غرور وایساده بودن و به خورشید خودشون رو نزدیکتر میدونستن، چقدر زیبا برگاشون به زیر پای آدم ها میفته و میاد پایین و این چرخه دوباره میچرخه و میگرده برای تولد دوباره و امید دوباره و عشق دوباره. من تو این تصویر یه لطافتی که دیدم، رقص برگ هایی بود که به پایین میومد با فرمول های بسیار زیبای ریاضی و فیزیک و حرکات بسیار نمایشی که برای زیبایی و برای خلیفه خدا آفریده شدن که ما لذت ببریم و کیف کنیم و یاد این بیفتیم که خدا خیلی خوشگله، خیلی مهربونه و خیلی نازه.